خیلی مخلصم، عرض ادب. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز هم در خدمتتون هستیم با یه آموزش کاربردی دیگه. خب جدیداً شاهد این هستیم که خب در واقع به واسطه فصل گرمی که وارد اون شدیم شاهد قطع و وصلی برق زیادی هستیم. خب این میتونه مشکلاتی رو برای ما به وجود بیاره. برای آیتی من ها در واقع این یک کابوس هست و هر دفعه که برق قطع میشه و وصل میشه ما در واقع منتظر این هستیم که چه اتفاقات بد بیفته. خب یکی از اتفاقات بدی که میتونه بیفته از دست رفتن اطلاعات. خب خیلی میتونه بد باشه برای یک مجموعه یک آیتی من. بحث بکاپ گیری این روزها خیلی ضروری و واجب هست، چه از دیتا ها چه از هر چیز دیگه که برای ما حیاتی است. در واقع ما باید همیشه این بکاپ رو داشته باشیم. امروز ما میخوایم که در واقع در صورت قطع و وصلی برق اگر که روتر OS ما آسیب دید یه نسخه از آخرین بکاپ اون رو همیشه داشته باشیم. خب ما میدونیم تو میکروتیک به دو روش میتونیم بکاپ داشته باشیم، یا به صورت در واقع بکاپ هایی که خود سیستم برای ما میگیره که در قسمت فایل ما میتونیم بکاپ ها رو داشته باشیم، یا اینکه به صورت در واقع بکاپ های اسکریپتی در محیط ترمینال که ما میتونیم در این حالت از هر قسمت به صورت مجزا یا به صورت کلی بکاپ داشته باشیم. حالا ما میخوایم این بکاپ رو در واقع میکروتیک به صورت خودکار در واقع در بازه های زمانی منظم از خودش بکاپ بگیره و برای ما در یک نقطه امن ذخیره بکنه که ما نخواهیم در واقع دستی داشته باشیم این بکاپ رو. خب خود میکروتیک قابلیت در واقع کلود بکاپ رو داره که میتونه در فضای کلود برای شما این نسخه از بکاپ رو ذخیره بکنه، اما خب با توجه به محدودیت های اینترنتی که اخیراً شاهدش بودیم امکان این هست که ما در واقع این بکاپ رو نداشته باشیم، یعنی روتر ما نتونه به اون فضای ابری متصل بشه و بکاپ خودش رو اونجا ذخیره بکنه. خب ما باید از یک روش جایگزین استفاده بکنیم. سناریوی ما به این صورت هست که یک فضای ذخیره سازی داریم. این فضای ذخیره سازی میتونه بر بستر کلود یا بستر شبکه لوکال یا هر شبکه‌ای که در واقع در دسترس روتر OS ما هست باشه. از پروتکل های مختلفی میتونیم استفاده بکنیم. حالا اینجا ما به طور مثال از پروتکل FTP در واقع استفاده کردیم. یک FTP سروری ما داریم در فضای شبکه که میتونه در واقع در فضای ابری باشه. حتما فضای ابریتون رو از جایی که تهیه میکنید مطمئن باشید که در واقع باز تضمین حفظ اطلاعات رو به شما میدم و به صورت دوره‌ای هم چک بکنید که ببینید روال کار درست انجام میشود یا نه. خب یک فضای کلود داریم، در واقع یک بستر شبکه مثل اینترنت داریم و یک روتر OS داریم که قراره از خودش به صورت تایم اسلات های منظم بکاپ بگیره و در این فضا برای ما ذخیره بکنه که اگر خدایی نکرده به هر دلیل روتر OS ما از دست رفت با جایگزین کردن یک سخت افزار مشابه و ریکاوری در واقع اون بکاپ بتونیم اطلاعاتمون رو برگردونیم. خب من اینجا نیاز دارم یه FTP سرور داشته باشم. اینجا من روی سیستم لوکال خودم میخوام یه FTP سرور را بندازم. از نرم افزار موبایل اکسترم استفاده میکنم. خب من یک در واقع یک پوشه درست میکنم به نام حالا اینجا اگر من بخوام تغییرش بدم اگه اجازه من بده، اینجا نمیتونم رینیم کنم. چرا میتونم رینیم کنم؟ میذارم به نام FTP سرور. این پوشه رو تو دسکتاپم ساختم و انتخابش کردم. یک یوزر پس هم برای FTP سرورم انتخاب میکنم و سرویس FTP سرورم رو ران میکنم. خب حالا اینجا شما من روی ویندوز در واقع دارم این FTP سرور رو میندازم. ممکنه که حالا آنتی ویروس یا فایروال شما جلوی این کار رو بگیره. ما قبلا این رو غیر فعال کردیم. پیشنهاد میکنم که حتما اگر میخواین رو بستر ویندوز کار بکنید فایروالتون رو غیر فعال نکنید. رول های در واقع مربوط به اون FTP سرور رو بنویسید و فایروالتون همیشه روشن باشه. خب من FTP سرورم رو ران کردم. اینجا میرم سراغ میکروتیکم. توی میکروتیکم در واقع فقط کافیه من یه اسکریپت بنویسم. خب قبل از که بخوام اسکریپت بنویسم با ساختار بکاپ گرفتن در محیط ترمینال باید من آشنا باشم. ما در واقع هر موقعی که میخوایم بکاپ بگیریم از میکروتیکمون، حالا چه فول بکاپ چه قسمت‌های مختلف، از دستور به نام اکسپورت استفاده میکنیم. این دستور در واقع میاد کانفیگ های
هر قسمت رو به صورت یه فایل اسکریپتی برای ما ذخیره میکنه. اگر من در همین محیط روت ترمینال فقط کافیه بنویسم اکسپورت یک اسم برای فایل انتخاب بکنم، این بکاپ برای من ساخته میشه در واقع. و میتونم حتی از قسمت های مختلف، مثلا میتونم از آی پی آدرس هام اکسپورت بگیرم یا از هر قسمت دیگه میتونم. حالا اگر نیازی به فول بکاپ ندارم از قسمت مربوطه در واقع بکاپ که خب ما اینجا حالا میخوایم نسخه فول بکاپ رو داشته باشیم. این دستور رو که من بنویسم حالا برای که تست بکنیم، اگر من اینجا یک اسم انتخاب بکنم، اجازه بدیم من اینجا اشتباه زدم اینجا رو. خب سیستم برای من در واقع باید یک فایل درست کنه به نام فول. بریم ببینیم فایل رو برای ما ساخته یا نه. خب اگر من اینجا بیام توی لیست فایل ها نگاه بکنم، اینجا فایل فول رو من دارم، میبینیم که حالا اینجا ساخته شده، یه حجمی هم داره این فایل. این در واقع فایل بکاپ کلیه روتر من هست که این رو باید ذخیره بکنم در یک FTP سرور. حالا چطور این کار رو بکنم؟ ما میتونیم در واقع بیایم اینجا یک اسکریپت بنویسیم. من اینجا یک اسکریپت فعال میکنم به نام مثلا بکاپ یا هر اسمی که خودتون دوست دارید. تیک های مربوطه رو میذاریم. ما کافیه یک در واقع یک دو تا دستور ما برای این بنویسیم که این کار رو برای ما انجام. من اینو قبلا نوشتم، اینجا کپی پیستش میکنم. من اینجا اسکریپت رو آماده کردم، در واقع یک چند تا خط دستوره. در خط اول ما میایم از در واقع روتروسمون یک بکاپ کامل میگیریم. اینجا باید یک اسم انتخاب بکنیم. من همون اسم فول رو مثلا میذارم. در خط دوم یک در واقع وقفه 3 ثانیه ایجاد میکنیم تا به روتروس مهلت بدیم که فایل رو به صورت کامل بسازه. بر اساس حجم اطلاعات فایل میتونه حالا زمانش متغیر باشه، ولی همون 3 ثانیه معمولا کافیه. در خط دوم من میخوام این فایل بکاپ رو انتقال بدم به در واقع FTP سرورم، به این صورتی که از این دستور fetch باید استفاده بکنیم. در مبدأ یعنی خود روتر ما یک فایل با این نام داریم در واقع که اینجا همون میشه اسمی که گذاشتیم. من اینجا اسم رو دوباره بنویسم. فقط نکته‌ای که داره اینجا باید در واقع پسوند فایل رو هم بنویسیم. پسوندهای فایل اسکریپتی معمولا RSC هستن توی میکروتی. من همین اسم رو دوباره کپی میکنم که داشته باشم. در مقصد هم میخوام همین اسم، میتونم اسم رو در مقصد عوض بکنم اگر نیازی باشه. میتونم مثلا حالا اسکریپت رو نوعی تغییر بدم که هر دفعه فایل که برای من آپلود میکنه اسمش متفاوت از قبلی باشه، که در واقع همیشه چندین در واقع بکاپ آخر رو داشته باشم. در غیر این صورت آخرین بکاپ برای شما اووررایت میشه، بکاپ قبلی پاک میشه و جدید جایگزین میشه. در قسمت آدرس من بعد آدرس FTP سرورم بزنم اینجا، چون سیستم لوکال خودمه. من اینجا در واقع IP سیستم خودم میزنم و دستور در واقع حالت آپلود رو فعال کردیم. از پروتکل FTP روی پورت 21 استفاده میکنیم و یوزرنیم پسوردی که اینجا ما در واقع گذاشتیم. اینجا من یوزرنیم رو کپی میکنم و پسوردی که برای FTP سرورم گذاشتم. اینجا من یک پسورد ساده گذاشتم. الان یک پسورد در واقع مطمئن و امن انتخاب بکنید. خب اسکریپت ما اینجا تمومه. در واقع من اینو ذخیره میکنم با نام بکاپ. برای اینکه ما ببینیم در واقع اسکریپت ما آیا کار میکنه یا نه، کافیه اینجا من پوشه FTP رو باز بکنم. اینجا من این پوشه رو انتخاب کرده بودم و اسکریپت رو فعال بکنیم در واقع. خب من یه بار اسکریپت رو راه اندازی میکنم ببینم که این فایل برای من اینجا ساخته میشه یا نه. خب اینجا در واقع میبینیم که فایل ساخته شد. حالا نرم افزار از ما پرسید که
آیا مجاز هستیم در واقع روتورس فایل ذخیره بکنید تو FTP سرور که من دسترسیشو دادم. میتونید اینجا در واقع این تیک رو بردارید که دیگه از شما نپرسیم قضیه رو. اگر من این رو دوباره پاک بکنم و اسکریپت رو دوباره ران بکنم میبینیم که این سری از ما هیچ سوالی نمیپرسه و فایل بعد از چند ثانیه برای ما ذخیره میشه. خب این فایل رو ما میتونیم آرشیو داشته باشیم. اگر خدایی نکرده و هر دلیل روتورس ما دچار آسیب شد، با جایگزین کردن یک سخت افزار یا اگر حتی در محیط مجازی است با فعال کردن دوباره ماشین مجازی و ریکاوری این فایل در واقع بکاپ رو داشته باشیم. خب حالا که اسکریپت ما به درستی کار کرد، کافی از ابزار اسکیجولر استفاده بکنیم تا بتونیم در زمانهای منظمی فرآیند بکاپ گیری خودکار رو انجام بدیم. کافی اینجا من یک اسکیجول تعریف بکنم به اسم حالا به صورت دلخواه و در واقع در یک تایم گپ های حالا با توجه به نیاز خودم، مثلا من میخوام هر روز رأس ساعت خاصی برای من این بکاپ گرفته بشه. کافیه در قسمت فیلدی که برای من مشخص کرده در واقع نام اسکریپت رو اینجا بنویسم. اینجا من نام اسکریپت رو به نام بکاپ گذاشته بودم، اسم رو برمیدارم و اینجا پیست میکنم. با این کار برای من یک اسکیجول ساخته میشه که در واقع در فواصل 24 ساعت یک بار به صورت خودکار این اسکریپت رو راه اندازی میکنه و بکاپ برای من گرفته میشه. خب امیدوارم که از این آموزش هم لذت برده باشین. تا آموزش های دیگر، خدا یار و نگهدارتون.